شاهزاده کریم اوغوخان چور رهبر اسماعیلیون جهان که اکثر اهالی ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان پیرو همین مذهب بوده اوغوخان را وزیر امام و پیشوای مذهب خود میشمارند، در یک پیام به پیروان تاجیکستانیش به نام طلیقه مبارک مولانا وزیر امام به جماعت تاجیکستان از 17 ینور سال 2022 بار اول به رویدادهای اخیر در بدخشان واکنش کرده است. اوغوخان چور در طلیقه مبارکش که برای پیروان مذهب اسماعیلی حکم فرمان را دارد و اجرایش برای همه واجب است، از پیروان مذهب اسماعیلی در تاجیکستان خواسته است که به بی‌ترتیبی، خشونت و عملهای غیر قانونی که به صلح و ترتیبات خلل میرسانند راه ندهند، ولی به فرق از طلیقه های قبلیش که حتی بعد حادثه های سالهای 2012 در خوروغ، اوغوخان با در نظر داشت تجربه تلخ تاریخ چندین ساله این اقلیت مذهبی پیروانش را به حل صلح و قطع مخالفت با مقامات دعوت میکرد. پیشوای اسماعیلیان جهان این دفعه گفته است که جماعت اسماعیلی های تاجیکستان میتوانند مسائل خود را به شیوه مصالحت آمیز در میان گذارند. ولی اوغوخان در طلیقه‌اش همچنین گفته است که در این دوره نااستوار فعالیت ساختارهای فوند اوغوخان در تاجیکستان باید ادامه یابد. نامه اوغوخان به نام پرزیدنت و اعضای جماعت اسماعیلی های تاجیکستان نوشته شده است. بنا به اطلاع دریافته، اول پرزیدنت جماعت تاجیک شرافت محمد انبدر و استاد سابق دانشگاه خوروغ می باشد. یادآور می شویم روز 25 نوامبر در پی مرگ ساکن نوع روشقلع گلبدین زیوبیکوف که ساعت بعد بازداشتش به طور مرموز به هلاکت رسید، ساکنان بدخشان جنازه او در روی دست اول در کوچه های خوروغ راهپیمایی کردند و سپس در میدان نزد بنای حکومت ولایت جمع آمده در طول 4 روز به جوابگری کشاندن افراد گناهکار در مرگ زیوبیکوف را طلب کردند. اعتراض شام 28 نوامبر در پی وعده مقامات به تحقیق این قضیه انجام یافت، ولی با گذشت قریب 2 ماه تا حال یگان نفر از افراد دست داشته در قتل زیوبیکوف معین و دستگیر نشده است.